دوستان، این وبسایتی که قراره بهتون معرفی کنم تا $8 در روز به ازای به اشتراک گذاشتن اینترنت اضافتون بهتون میپردازه و با ارز دیجیتال هم باتون تصفیه میکنه که چی از این بهتر میخواید. قبل از اینکه وبسایت رو بهتون معرفی کنم و روش کارش رو توضیح بدم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم فراموش نکنید. خب بدون معطلی بریم سراغ آموزش. سلام به برعکس دلارکار. اومدم با یک ویدیو عالی کسب درآمد دلاری جدید. این وبسایتی که می‌بینید که لینکش هم داخل توضیحات گذاشتم، وبسایتی که به ازای به اشتراک گذاشتن اینترنتتون بهتون پول میده. و قبل از هر چیزی بگم که این سایت هیچ فعالیت مجرمانه‌ای نمی‌کنه و هیچ مسئولیت قانونی شامل حال شما نمیشه. پس خیالتون از این بابت راحت باشه. فقط میاد از اینترنت گوشیتون استفاده میکنه برای شرکت‌ها و محققین حوزه اینترنت مثل شرکت‌های خدمات سئو. حالا اگه بخوام ساده‌تر توضیح بدم، این سایت میاد ترافیک شما رو میفرسته توی وبسایتایی که به اصطلاح مرده هستن و از گوگل هیچ ورودی نمیگیرن و با این کار این سایت‌ها زنده میشن و توی گوگل رتبه میگیرن. حالا یه سری کاربردهای دیگه هم داره که تو این قسمت توضیح داده. اما بریم ببینیم که این وبسایت چقدر به شما پول میده. ببینید اینجا تو این قسمت میتونید تخمین بزنید به ازای ترافیک مصرفی چقدر میتونید کسب درآمد کنید. به طور مثال اگه شما روزی 2 گیگ با یک دستگاه بهش اینترنت بدید، در ماه میتونید $12 از این پلتفرم کسب درآمد کنید. حالا شاید بگید که من گفتم میتونید روزی $8 کسب درآمد کنید. خب شما میتونید با خرید بسته اینترنت شبانه یا نامحدود از شرکت‌های اینترنتی مثل مخابرات بیاد به جای 2 گیگ اجازه بدید روزی 20 گیگ با 2 دستگاه استفاده کنه. حالا این دستگاه دوم میتونه گوشی یکی از اعضای خانواده باشه یا لپتاپ و کامپیوتر باشه و همینطور که میبینید سایت بابت 20 گیگ حجم مصرفی با 2 دستگاه به شما $240 میده که تقسیم بر 30 روز ماه کنیم میشه روزی $8 که با افزایش دادن تعداد دستگاه میتونید درآمدتون رو افزایش بدید. و اینم بگم که نیازی نیست هر دستگاه رو به اینترنت جدا وصل کنید. کافیه فقط یه بسته برای یکی از دستگاه بگیرید و بقیه دستگاه رو به اینترنت اون وصل کنید. خب دوستان، چیز دیگه اینجا نمیمونه. میریم برای نصب برنامه و ثبت نام تو این پلتفرم. از صفحه اصلی بر روی این گزینه کلیک کنید تا وارد صفحه دانلود برنامه بشید. همینطور که میبینید برای ویندوز، مک، اندروید و iOS اپلیکیشن داره و چون دارم از گوشی اندروید استفاده میکنم میام روی اندروید کلیک میکنم تا وارد صفحه گوگل پلی برنامه بشم و نصبش کنم. پس از نصب و وارد شدن به برنامه بر روی این گزینه یعنی ریجستر کلیک کنید تا وارد قسمت ثبت نام برنامه بشید. در این قسمت اسمتون رو وارد کنید، در این قسمت ایمیل و در این قسمت هم پسوردتون رو وارد کنید و در آخر بر روی ساین آپ کلیک کنید تا ثبت نامتون انجام بشه. پس از تایید ایمیلتون از قسمت لاگین ایمیل و پسوردتون رو بزنید تا وارد داشبوردتون بشید. در قسمت بالای برنامه یک گزینه داره. این گزینه رو بزنید، کانکت که بشه یک حالت تیک سبز میخوره و وقتی که تیک سبز بخوره یعنی داره از اینترنت شما مصرف میکنه و بعد از 24 ساعت اینجا یه نمودار برای شما میکشه که میزان مصرف اینترنت و میزان درآمدی که توی 24 ساعت گذشته به دست آوردیتون نشون میده. برای برداشت درآمدتون هم باید وارد قسمت کش اوت بشید و بر روی این گزینه کلیک کنید تا وارد این صفحه بشید. اینجا ازتون خواسته روش برداشتتون رو انتخاب کنید که خوشبختانه از ارز دیجیتال تتر هم پشتیبانی میکنه. در این قسمت هم آدرس کیف پولتون رو وارد کنید و در آخر بر روی این گزینه کلیک کنید تا برداشتتون انجام بشه. در بخش رفرال هم لینک زیر مجموعه گیریتون قرار داره که با فرستادن این لینک برای دوست و آشنا میتونن اونا هم یه اپلیکیشن رو نصب کنن و هر چقدر که کسب درآمد کنن 10% به عنوان کمیسیون به شما میرسه. در این قسمت هم میزان درآمدی که از این مجموعاتون به دست آوردید رو نشون میده. خب خیلی ممنون که تا این لحظه با من بودید. امیدوارم که پول خوبی از این سایت به دست بیارید.
اگه از این ویدیو و این سایت خوشتون اومد، برای حمایت از من حتما این ویدیو رو لایک کنید که لایک کردن شما به من انگیزه و انرژی میده تا ویدیوهای بیشتری بسازم. اگه سوالی هم داشتید برای من کامنت بذارید که حتما جواب میدم و از همه مهمتر سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. دمتون گرم، تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.